توی سال 2006 مردی به اسم سرگئی پانومرنکو از یه مکان نامعلوم ظاهر شد. اون مرد ادعا کرد که در حالی که توی یه خیابون داشت راه میرفت یه نور خیلی شدیدی اونو به این مکان منتقل کرده. پلیس فکر میکرد که اون دیوونه است یا تحت اثر مواد مخدره، اما وقتی پلیس از سرگئی خواست که شناسنامه‌اش رو نشون بده با چیز عجیبی روبرو شد. شناسنامه از کشوری صادر شده بود که دیگه وجود نداشت، اتحاد جماهیر شوروی. پلیس از سرگئی پرسید که واقعا از کجا اومده. اون به سادگی گفت برای اثبات حرفم فقط کافیه که عکسای دوربینمو نگاه کنی. اینجا بود که همه چی عجیب تر شد، چون بعد از اینکه عکسای توی دوربین رو ظاهر و چاپ کردن، سرگئی رو دیدن که همراه یه دختری جلوی ساختمون قدیمی ایستاده که دیگه حتی وجودم نداره. پلیس برای ادامه تحقیقات سرگئی رو بازداشت میکنه، اما به طور خیلی مرموزی 4 روز بعد سرگئی از توی سلول ناپدید شد. پلیس هم بعد از تحقیقات گزارش رسمی رو پیدا میکنه که نشون میداده سرگئی در دهه 1960 مفقود شده. پلیس تونست با دختری که کنار سرگئی توی عکس دیده بودن ارتباط برقرار کنن و راجع به سرگئی ازش سوال بپرسن. البته اون زن الان 70 سالش بود و گفت از سال 1958 تا الان سرگئی رو ندیده. به نظرتون سفر در زمان واقعا وجود داره؟ اگه نه، سرگئی چجوری از توی سلولش ناپدید شده؟